قدیم چجوری با بابا آشنا شدی؟ بعدی خب مثل حالا نبودا که دوست دختر و دوست پسر بانو برن بستنی بخورن و شیرموز بخورن و اینا. شو میخوفتیدی صبحی بلند میشدی میگفتن شیرت دادن. میامدن همه قضیه یه حرفی میزدن شو میخوفتی صبحی میگفتن شیرت دادن. خب شیر چه شیر؟ صبح میامدن برات می‌داشتن و میرفتن. میبردن حامومو. انگوش کوچیک‌ها مثلا تو ایو خزینه و در میوردن. دامای این بدبخت میرفتن از این کادونا و از این خونه قدیمی ها در میوردن حاموم. مثلا حالا خو نبیدا که نه برام نمیدونم آتالیه و ایتالیه و اسب بنازیم و نمیدونم فیلم بگیریم و سوار خر میکردن میبردن یا پیاده میبردن آریسشونش میگرفتن یه آینه میشن وسط یه نفر ایداشون میگرفت نفر اولا میبردن مینشونن سر تاکسی دامایشون آریس میگرفت قرش میداد دور یه ساعته. خب مثلا به تاس خلاص و فلاس میشتن و میرفتن یا میرفتن خانه شام چیشی مرغ نوید جوجه نوید آبگوش میدادن. قدیم خودمون هیچ چیزی چیا